بنده را انشاءالله خدا خود در دنیا آورده. البته هر یک بنده رزقش انشاءالله خدا خود ازلیه، لیکن با بنده باید سبب میشه انشاءالله خدا خود. باید بنده کسب کند انشاءالله خدا خود به وجه حلال، برای خوب نیک باید که چیکار کند انشاءالله خدا خود، یعنی رزق پیدا کند خدا خود. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما همه دنیا را کسب و هنره داریم. الحمدلله چه کسی که کدام یک کسب انتخاب میکنن با طفیل همون کسب الحمدلله الله یعنی رزق میدید. چون پیامبری بزرگوار در کتابی خدا خواهد مختصر کتابی سعودان نگیم حرک یدک انزل علیک رزق، این دستات جنبون الله سبحانه و تعالی انشاءالله رزق میدید. یعنی مقصد دست جنبوندن حرکت، الحرکت منکم یعنی برکت من الله، حرکت از شما برکت انشاءالله از خدا سبحانه و تعالی. یعنی باید که ما شما عبادت هم میکنیم الحمدلله، نماز کنیم، طاعت کنیم، همیشه از عبادت نمونیم، در عوض یک کار کسب کنیم. حتی پیامبر بزرگ در حدیث میگن که الحرفت بری من الفقر، یعنی کسب کردن از کمبغلی آدم دور میکند. برای چون بچه های ما شما اکثرش خاروزار هستند، باعثش بی علمی است، باعثش نمیخونند که پدران جرأت نمیکنن فرزنداش یک انشاءالله خونونن صاحب علم کنن. همه عزیزانی من بالاشی شدن شرط نیست. مقصد از علم نماز، یکم علم خداشناسی ہے، البته الله یکم میشناسی. اول العلم معرفت الله، بجز خدا خود 5 وقت نماز، روزه، زکات، حلال حرام جدا کرد، با عوض این باید چیکار نکن انشاءالله کسب. همه پیامبران اگر تاریخ نظر اندازه همشی گوسفند پوستگی. پیامبر ما شما محمد صلی الله علیه وسلم تا سن خدا خواهد انشاءالله 25 سالگیش چیکار میکردن؟ گوسفندای مردم میپوستن، یک تنگه سیاه میدادن شو بوده چینه امکش نمیدادن. دیدید؟ تو رسول سوداگری کردن. اینکه چنین خدا خواهد شد دیگر کسب ها، همین کسب ها که ما وابسته شده انشاءالله الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ بعد انشاءالله سبحانه. لیکن رزق از جانب خدا ہے، رزق ای بنده دیده نمیشه، یاد نبرانی. رزق ازلی ہے انشاءالله خدا خواهد. من ما شما وقتی که فرزند پیدا میشن در رحم مادر 120 روز خدا خواهد انشاءالله فرشته ارحامه، فرشته بچه دانه، همون فرشته اومده در همون بنده 4 چیز می‌نویسه. یکم عمرشه، دوم رزقشه، سوم بدبختیش، نیکبختیش. همین تقدیر میگن. همین همین خدا خود پیچت کرده میره. تمام وقتی که همین شکم مادر پیدا شدی یه رزق خوردن سر میشه. الحمدلله خدا خواهد انشاءالله. لیکن چیز نامعلوم نیکی همین موافق باید که ما شما چکار کنیم انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم. خدا خواهد یک کسب و هنر خدمت خدا خواهد انشاءالله انتخاب کرده با واسطه هوای زندگی من انشاءالله. لیکن نماز ترک نمیکنیم، عبادت تر فرمان خدا اولین موضع میستن، نیاد نبراد. لا طاعت مخلوقین فی معصیت الخالق دیگه قاعده، یعنی اطاعت کردن نمیشه با مخلوق وقتی که ما در نزد الله عاصی شیم. با این وظیفه فقط درست گفت اگر نماز ترک گناهکاری، هم کارت میکنی، هم نماز میخونی، هم کارت میکنی با هم روزت میگیری، هم کارت میکنی از خدا میترسی. همه عملهای شریعت با واسطه همون کسب و کارت ادامه میکنی، دوام میدی، بعد حقیقی مسلمان میشی. الحمدلله. نیکی رزق از مخلوق نبی. در فلان جانبه بود یک شاید اگر رسیه نمی باش تمام موگیش نکر میمرده فلان میشیده فلان. این که خطا ہے، حتی کلمه کفر ہے. یا نبرو
تمام ازبک زور زمین روسیه پویسته تصور کن میشه زمین 8000 اول بوده 1000 تاش رسیم نه درسته 7000 دیگه چه جایی طوری برو کسب و کار کن هنر کن لیکن زید اسلام و دین گام نزن رزق همیشه از خدا بی موچینی هم یک بی رو بیا گفتگی اولیاء الله یک زنی اولیاء به خدا رسیدگی یکم خیلی مرکن میشینن دایرنده بعد همه گپا سر میکنن میگن که ای قیمتی شد این شد فلان شد پیستان شد همه گپ زده میگوین بعد نوبت بی رو بیا نمیرسه میگن شما هم یکون گپ نمیزنی من همین قدر گپ میزنم میگم اگر خدای تعالی میگه همه زمین آهن مبدل کنه آهن شد الله سبحانه و تعالی بجای بارون سنگ بارون میگه همین تمام روی دنیا بودگی آدم ها فرزندی بچه من باشن من انم کم برای رزقم نمیخرم چون که خدا در قرآن میگه که هر یک میگه جنبنده که به دنیا میآید و رزقش در گردنی ماست الله آمده شه هر یک چیزی که به دنیا میاد رزقش در چیه ذمه الله ہے حتی خدا در یک جای قرآن میگه استعیذ بالله مر اهلک بالصلاة لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة لمن اتقی میگه ای بنده خدا تو عائلت به نماز امر کن دختر که 7 ساله کشید بچه 7 ساله کشید نماز نه امرش کن میگه مروز سبیان نکن اذا بلغ 7 7 ساله کشید میگه به نماز امرش کن 10 ساله شد اگر نکنه ضربش کن همه هم کی میکنه مو میکنیمش تو ببین بچه تا خودش انسان خدا خواهد یادش نده ای خودش نخب باش کلام کشید آوره نشم و ای دیگه خدا خواهد انشاءالله خدا هم نمیشناسه همه گناه میکنن از همون خوردیش خدا خواهد از گهواره سرش میکنی سکسک خدا خواهد کلماتش میتی عبادت سوره را تا 7 سالگی تیارش میکنی 7 ساله کشید بچه عبادت امرش میکنی خدا میگه همه اهل عائلت شما به نماز امر کنه لا نسألک رزقا ما شما رزق نمیپرسیم نحن نرزقک ما شما نرزق میدیم آخرت میگه برای تقوا داره این رزق الله میگه لیکن انشاءالله خدا خواهد با تو فعلی خدا قرار شده عبادت ترک نمیکنی نماز ترک نمیکنی از الله همیشه میترسی تا بیتا کار کن بیشین تا خون و تا عصر کار کن نماز دیگر کاری دیگر نماز دیگر کشید خدا خواهد انشاءالله با بیا خواند با عائلت خدا خواهد شام خون خفتن خون مزه کردن با سرخزت پری کن با سرخزت لیکن عبادت اولین مثل انشاءالله همین انشاءالله خدا خواهد ما و شما برای روز شیده خدا خواهد انشاءالله چکار نکنیم عذاب نکشیم ما و شما را خدا خواهد نعمت باقیش در کجا در اکونومیک ما اکونومیک زندگی را نمیدونیم توصیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتی اگر عمل کنیم خدا خواهد کو ما و شما هیچ وقت کم بگر نمیشیم افسوس خدا خواهد همه مرکای ما شما طبق سنت رسول الله نیست اگر طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه کم بگر نمیشه قدر امکان 5 کیلو نمیرسه 5 کیلو آشته توی تگذر 10 کیلو آشته توی تگذر تو همین یعنی اکونومیک زندگی را خودت بردار اون مرده 3 روز می تمام در روز دو محکم کن برای جا مثلا روزویتی ندارم میدانی افضلی خیر که نمیشه افضلش آیلنده آن میگه زن تخشیو خودم بچه اکا تخشیو خودم انا باید زویتی باشه بعد اطراف تقسیمش کن
اگر از اون نقشه یعنی شریعت نشان داده که زندگی کنه با شما تو انشاءالله خدا خواهد مزه کنه زندگی میکنی. در زندگی نون و آش پل نمیروه، اینو نبودو. پل در چی میروه؟ در لباس میروه. و در 100 میلیون اگر شما توی کنی، اگر همین 20 میلیونش نه 10 میلیونش نه آش و تو گوش و تو نون و تو پوانه برای 20 میلیون نمیشه. جدا اگر مولی همچمت کشی اگر دیگه 80% در چی میشه؟ فقط لباس چیزو نمیشه که تقارا و تنکا و پنکا گتی هم خچی میدونه این 80 میلیون در کو میدونه چند سال زندگی کردن که یک مونده خیلی یک سال نه 2 میلیونی خورد یک سال نه 5 میلیونی خورد چند سال زندگی میکنی اگر انا بخیری ما آدمان دیدن که خدا خدا همیشیال یک تا 500 کتی زندگی دوره 500,000 پول میگیره الحمدلله میگم هر خدمت میرسه میگم میریم مجموع 5 میلیون حساب کردیم همه همون در 12 ماه 6 میلیون پول میشه 6 میلیون در یک سال چی داره؟ الحمدلله زندگی داره همین ما آیلام نگویم زنها ما گیم خدا خواهد قدر رس خودی بیده نکنن امروز خونه نو کندستیه داریم همین نعمته خونه کرده 10 سال شده ولی 20 سال شده 25 سال نشده خونهش از با کی پیتش کرد کی به مجبور داره کی به مجبور داره که تو چیکار کن یعنی هر سالی خونه تنها کن من که اخمه کردمه بزرگای اسلام در یک کپچه گذشته برفتن با ابراهیم در یک بشزار یک امت دیدن گفتن بچم چند ساله هستی؟ گفتن 400 ندومدم 400 سال مرد دیدی؟ گفتن یکون خونه دوری آخه منم مهمون نمیکنی گفتن این 400 طول عمره که من خونه سوزم من هیچی ندارم گفتن این توبه گفتن در 400 سال یکون تا خونه هم نکردی گفتن نه های گفتن گوش کته بچم آخر زمان ده امتای محمد میاید وقتی آخر امتای احمد با عمر اندکم معمیری بهد عمرهاشون 20 و 30 و 40 و 50 کند معمینهای خوب و رنگین همه آخر زمان میدونی گفت امتای محمد میاید این پیغمبری نازنی عمرهاشون 40 سال 50 80 ساله نه که قصر میسازن سازن بیناها در اوج رفعت با باغ و بستان و مسند دچو میسازن شویساری اندر گرمانی اندر خدا جان امریکا اندر گویا که بیا جاوید میمونن در اونجا من میگم پیر خندید و پیر میگه تبسم کرد و آمد با گفتار پیر میگه خندید و تبسم کرد بعد گپ ندومد اگر گفت عمرم نیست امتای محمد باشه 2 رکعت نماز من ختمش میکردم 2 رکعت نماز اگر من 80 سالم باشه من 400 سالم بودم همه 80 سال 70 سال داشتم 2 رکعت نماز کردی ختمش میکردم میگه شاعر نمیزه بعد میگه بر امتای محمد که گزاری طاعت و ساز ایمانت تو در 50 سال 60 سال هم یه 2 تا خونه چه کردی بس داره شرطه تو خدا 15 تا خونه انداختن شرطه تو در یک تاش خامنه در 20 سال یک بار توی میکنی تصور کن منو تو نیمی که بچه یک باشه برای 5 سالش یک بار کنی 15 سال به بارش میکنی پول در گیجو رفته سه من پول نوجویا صرف کردم و سببی کم بغلی نمینه پول عقل نداره انسان خدا عقل داده تو نمی گفتم که اگر باریجا کار کنی به امرسون بگه هیچ وقت کم بغل نمیشه
لیکن افسوس افسوس افسوس، هرچند میگیم با برعکس شده است. هرچند میگیم که این کار نکن، امروز زنهای ما و شما چی شد؟ از ما بالا برمد. پیامبر اسلام سوال دادیم یا رسول الله، بدیمو که زمین خوبه تای زمین خوب. رسول این که اگر در بین قوم شما پادشاهات عادل باشن، عادلی کنن، بایات و سخاوتمند باشن، دائم سخاوت کردن، کم بغلان ده بیوه و بیچاران ده دوده بستن، اگر کاراتو با مسیحت اجرا مشتگی باشه، بالای زمین خوبه گفتیم. مبادا پادشاهاتو ظالم باشه، ظلم کننده باشه، بایاتو بخیل باشه، بیچاره کم بغلان خیر حساب نکنه. اگر مسیحت و بزنکا باشه، تای زمین شما نخوبه. امروز بالکل ولست دادی زنک نه، 100% دادیش. زنک نمون، زنک نمون، زنک نمون. کجا که بره زنک ها دیا و تو موشی که توقی داری در سر و تکی موشی میگم که در خونت زن خوجه باشه. اسلام نبینن که خوجه نه، ملک های کیه، فرزند های کیه، موشی که من شما افرم نجا ملک از آن شما، زن به شما یک خاص داده نمیتونه. حتی شیری که در پیستانش هست، همون پیستاننگی شیر شم شما خوجه اینه. اکسا می مکنونگا به اجازه شما مکنه. روز قیامت پیامبر سلام گفتن من شب معراج در دوزخ دیدم که بعض از زنها از سینه هاشو کشالن. پرسیدم که یا جبرائیل این چی کاره بود؟ اینا از مشوش پنهی بچه های مردم بیگونه میمکند، جزا کردی داده میشه. هوایم شما خوجه اینه. و این وقت زنک بس بین که دختر میتیم میگه میشونه باش پیش نه تخلو خود قوار نمیپرتی. من همین 10 میلیون بسه من دارم، 10 میلیون تو چیز که 10 میلیون هم کنم ما یک بخیره ما بپوشه. ما یک زندگی کنیم که این زندگی خوب میکنن، که لباسای خوب میپوشنی برادر ما شما، که زنهای ما لباسای خوب پیش راحت کرد زندگی میکنن. فقط دادن کتی تمام میشه. انتلاخی من عمر رفتن کتی من شما تمام بشه. تو نمی؟ جوانی ده شعر هسته و سکسک خدا خواهد انشاءالله روبه میشه، سکسک لوغر میشه. این برادر این چیزا رو عینا انشاءالله خدا خواهد فهمانین. آیله هانده آیله شما خدا خواهد باش هسته، همیشه گپ تو گیزره انشاءالله خدا خواهد حرکت کنی که خدا خواهد روی خوب کتی روی نیک کتی. همون انسانیم تو نمی عذاب نکشیم در زندگی، خدا خواهد دشواریات نکشیم، نونی قاق نخوریم. در از مقصد ما چی هست؟ خدا خواهد خوب زندگی کنیم. عمرهای 40-50 سالنده چی کار نکن، زندگی خوب کردن نکن، زندگی با موفقیت کردن نکن. سینای بزرگ هم 2 کلمه گفتیم، اگر در دنیا غم و چنگ نباشد آدم ها عمری دراز میبینن. پس نداشتاشی بچت با بلاغر رستاشت دلت بازی میکنن یا نمیکنن. پول نداشتاشی دختر تا شوهر ندهی باشید دلت بازی میکنن. مرکه میکنی باشید دلت بازی میکنن. دوله نموز ای چیه همه این کسلی ها ای نابودیه، ای بسیار از خوده از خود میکنه. بعد این میری سرش در دیوار زده بیچاره را 10 تا آدم خونش مده قرصتی. این برای این چیزا را مسئله ها را برای شخصیتی بکنم که عقل ها را یاری دهد، مشورت ادراک ما شونه مشورت دادستیم، مسیحت دادستیم که آینده دل نیشی عذاب نکشی. همه
مثل با مسیحت طبق شریعت کار کنه خدا خواهد انشاءالله هیچ محتاج یک چیز نمیشه. همه چیز خدا خواهد مهیا بشه، همه شرایط خدا خواهد الله با راضی هم میشه خدای ما و شما. مادامی که ما شما ناجویه سر میکنیم، ناکاره که به ثواب ندارد، فقط عذاب میکشیم برادر. بین انشاءالله خدا خواهد این نعمت ها را استفاده بریم. من چند تا بچه هم سلامت شکو کرد. این سلامتی ها نعمتی قیمتناک نیست یا نمی یه بیچاره بدر زدیان در 25-30 ساله ولی 30 ساله به بیچاره او تک بیمار شده. چند تا بچه ها من پچکش کار نداره، چند تا بچه ها خدا خدا چی ای کار زوری شد، ای کار دشواری شد، بیزار شده همون شهر رفتنه، بیزار شده بیچاره مرسیز که بعدش میلزه کار میگه که فیل پشه میکنه، کاری که فیل پشه میکنه. یک تونه برو خم براده فلانه چی عروس اگر خدا خود بعضی بچه که پلاران بکن میکنه اگر داچکش مونی انشاءالله خدا خواهد و این میگه افتمته پلاران بکن میگه من ندیدم نگه خداش میگه که همین یک دم اگر تخته بخوار مونی خانک شده میرا و چیندن نکن دم نمیگه انمیت افتمت و این جوانی نمیدونیم نماز مو کار نکره اوجه بدناموزه درد پیدا کرده کاری مو بزنی نکریم نگه در حیاتم الحمدلله. لیکن امروز اندک کار که مگه اوجه نتونستم در 50 اومده 52 ندومده حاضر اوجه من چوت کردم پیری من بیچاره که اوی کنه این مادر و این زن هاشو فکر کنن مشاور هاشون عذابه و همین سور بیشتر خدا خواهد صحبت کرد نکن با مردم بیشتر اینا زنها را جمع کرد مردها را جمع کرد خدا خواهد این عقل ها را این فکر ها را گفتن در کار که بخت بیاید بسیار شوخی نکنن بسیار که شوهر آزار ندید بچه اکاش آزار ندید شدم کن الحمدلله عمر میگذرد. بعضی آدم که کسل گیمده که همون سخدو داسته تولیمی در 20-25 بعضی بچه ها پچکش کار ندارن که همون 30,000 رسم دسته و کی سبب؟ مو سبب پدر ها سبب خیز بلیافته بیام مراد کاری صاحب نیست هنر نیست مجبور میشه کاری وزمین نمیدره بچوره خدا نیاد داره. چند تا بچه هم مرده برفت قلیب 10 تا 15 تا بچه هم رسیانده ماشین زدش چو زدش نشید می بیچاره برفتن آرام آرزو داشتن که زندگی خوب کنن آرزو داشتن که انشاءالله حیاتی ناز برن بچه اکشه توشه بینن دختر اکشه توشه بینن امروز نیست به پدر توشی دستن یا بیچاره زنهاشو در 22 دختر میدانم 22 ساله بود شوهرش در روسیه وفات کرد چو زدش بیچاره امروز من بچه و دخترش بشوشید به شوهر خودی در چه میدونه الله نبینید چی قدر مصیبت ها بالا اومده ساده لیکن فکر کنیم اندیشه کنیم برادر بین که بخیر بیم انشاءالله بین اکنامی که زندگی بلند برداریم این نعمت هایی که الله داده انشاءالله خدا خواهد شکرانه کرده خدا خواهد طوری استفاده باره طوری کارش بریم هرگز خور نمیشه انشاءالله خدا خواهد هرگز زار نمیشه من عزیزانی من میکنین که خدا خواهد از این سخنها را دیگر بچه هانم در دایره میشنین همین فکرها را گوین انشاءالله خدا خواهد گوین هم خیلی صحبت شده قدر بیده بخیر بیه مکن قدر عذاب بده قدر مشقت بده چندین بچه هم را مثال بیارش منم چندینش بیچاره از کار گفته برفتن این دنیا یاشی 22-23 من چندین دخترامون من در شهرهای روس وفات کرد مجبور با شوهرش برفت چیکار کرد مجبور اینم بره یک جا کار کنه مثال
کارهای وزمین، کارهای دشوار، که بیماری ها برای انشاءالله خدا خود بخت بیم نعمت ها را باقی شیرش نه حرکت کنیم انشاءالله خدا خود الله سبحانه و تعالی همه ما انصاف و توفیق دید انشاءالله خدا خود. البته صحبت های میکنیم همه عمل کردن اجرا کردن الله سبحانه و تعالی خدا خود مناسب بینن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ای پاک و پروردگار چه مسئله که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جاگیر بگردانی همیشه برای راست برای صراط مستقیم هدایت نمای آن مسئله که ذکر کردیم پروردگار عمل کردنش ما موافق بگردانی از نعمتات پروردگار ما را محروم مگردانی در این دنیا هم در آخرت هم خوار و ذلیل مگردانی. صاحب گذشتگان همین اهل جمعیت همین مسجد آباد همین دیار بگذشتگان خدا رحمت کنند جاش جنت خالص الله صاحب چه برسی